حاضر میخواهم که مکتب رو سری معروف را که آرزوهای زیاد دارد و میخواهد بعد مکتب به دانشگاه برود، ترکش اسنارید به مصیبت گرفتار کرد. او را از یک دست و از یک چشم محروم کرد. فاجعه 15 آگوست امسال هنگام پادبانی نورس 16 ساله در ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داد. ما گاوچرانه رفتیم. من همون گاوها را برای گرداندن رفتم که از وقت یک استالبه همین در وقت یک استالبه پرتافتگی بود و من این را گرفته به پیش همراه‌هایم آمدم و گفتم این تیر است. گفتن که این تیر را پرتاید و نخست از دست من پوش شد و در بالای سنگ زد. فاجعه در اینجا به وقوع پیوست، در کنار دیه جای پادبانی مردم. معروف تنها نبود، پسر عمکش سفرمد و سرخان همسایه او را همراهی می کردند. ما با همراهی رحمتی سرخان هم جشتگی بودیم. هرمان معروف جون هم اینجا در گرد گوشم مونده بود. هرمان در روز کشتگی بودیم. اینجا بودم من یک متر دور بودم در تقریبا. یک آوازی هم خیلی گرم و سخت با عمل اومد. هشم رفت. برخیستم که رحمت سرخان و تلفن گپ زیست است. و تلفن گپ زیست است میگن که اکی رای بیا. در شفاخانه پای مجروح سفرمد را طبابت کردند، ولی سرخان 28 ساله پدر دو فرزند را نجات دادن نتوانستند. او 3 هفته بعد از زادروزش هلاک شد و اینجا لباسهایش را گراندند. گلوله ناترکیده که معروف پیدا کرد غالباً از نیروهای روسیه مانده است که در آزمایشگاه مومیرک مشق می‌کردند و تیر و گلوله‌هایشان تا به دهه‌های اطراف می‌رسید. همون آدمایی که اونجا نخد میکردن، دراو میکردن، میگفتن که همون تیرو همین شوبست با بالای سر میگذرن. خیلی خدا براس اکی همون چی نشده مگه که به حد تیری ویرون یارون جوش درد نمیکنه، خیلی پا مرد دست پست درد نمیکنه. پا همون سنبول درد میکنه. شلو ساب میشه. معروف از اولین ساکنان دهه ظلم‌آباد است که در نتیجه ترکش گلوله‌های باقی مانده از نیروهای پایگاه 201 روسیه معیوب می شود. در روستاهای همسایه چندین نفر در گذشته هلاک شدند و یا آسیب دیدند و مثل معروف در دو رنج می کشند. تا حاضره نمو میبرم بنیسه 28 روز بنیسه در خواب که بعد آوردیم تا حاضره با میبریم یک روز پس جو گاه روز میشه در روز پس میبریم پریوز که میکنیم میوریم ولی همه اسکالکای تیر در تنش هست میگیریم. نیروهای روسیه آزمایشگاه مومیرک را سال گذشته ترک کردند و به لاهور نزدیکی دوشنبه رفتند، اما گلوله‌های مرگبار میراث ماندند که منتظر نورسان کنجکاو مثل معروف هستند. در سر زمین ها در دیگر جای ها میره همه خیلی بسیار هستند.